سلام کاکو، من یه راه کوبیدم اومده اینجا برای گوشت گوسفندی. کوبیدی برای گوشت چه گوسفندی عزیزم؟ یک کله بهت بو نده. تو از این پیچو میپیچی ما عبود میپیچیم به خودمون حرفی زدیم. این همه گوشت گوسفند آوردم اینجا دوباره مشتری میگه گوشت گوسفندی مثل خودت میخوام. گوشت تو ویترین بر فروشه؟ نه امانتی مال گوگوشه. من نمیدونم چرا تصور یه ایده به جای سرسبز می گوسفندیم. گوشت برای همبرگر ده. وای چی شامی؟ کاکو کله هم داریم؟ بله کلم داریم. کلهش کوچیکه یا بزرگه؟ لا اله الا الله. بذار آقای زارا آشنا شیله رو بردار جای شرکی بذار. سلام و عرض ادب. سلام و عرض اندام جان. یه مقدار فیله می‌خواستیم. فیلم میخوام ببری از این ور مصرف شخصی خودم عالیه. من برای سگو می‌خواستم. کاکو به اندازه 100 تومن به ما گوش میدی؟ فقط میتونی بو کنی. کاکو کله ما آماده نشد. دادم آرشگاه اصلاحش کنم حالا میاد. یعنی خودم میبینم که وسط نصفت کنم. وای چی شامی؟ گشت مردان بیه. بده بره برش. کاکو دلم داریم. فاصله بگی وابسته نشی. این گوشتو ببر برای آبگوشت. بعضیات هممون تو جهنم. آقایی که تو باشی دیگه گوشت نمیخری از ما. گیاهخوار شدیم کاکو. ما گیاه هم داریم گوشت میخوره تو هنوز گیاه میخوری. کاک سفارشاتون آماده گوساله کی بود؟ شما گوساله؟ نه کاکو ما باز بودیم. بگی ببینم. میش کی بود؟ شما میشی؟ نه ما شدیم. عزیزم. کله پاچه داریم؟ کله چه پوچی؟ جگر داری؟ نه جگر داشتم منم بغلش خوابیده بودم. کاکو ما دنبه می‌خواستیم چربی بهمون دادی. دونه چه بهی؟ دونه چه بهی؟ چرا قیمتات بالا؟ کاکو میخوای گوشت بب ببری منم ندارم. بگی برو بمون خدا. صادق در مغازه فیس به سایت داره پیداش میاد. چشام دیگه فرمونی به نوکرت نداری؟